با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و عزیزان، با بررسی بازارهای مالی طلا، دلار، سکه، بورس در خدمتون هستم. خب ابتدا در مورد نشست بریکس یک صحبتی حالا داشته باشم با ترجمه که ایران خب عضوی از این در کنار شانگهای شد. گفتم یه مطلبی رو باتون در میون بذارم، مطلب قابل توجهی است در واقع. نکنید من یه مدت دارم میبینم میگن نمیدونم بریکس یک سازمان به درد نخوره، این خب ایران هزینه نمیکنه، صحبت این شکلی. اولا یه مطلبی ای که پای ایران هزینه میکند یا نمیکند دیگه ما عضو شدیم، یعنی دیگه هزینه میکند، پس این دیگه مطلب اول. دومی من بهتون گفتم برای اینکه دولت بتونه این وضعیت تورمی رو کنترل بکنه دو تا راه داره، یکیش چاپ پوله، یکیش جی دی پیه. مثلا در زمان آقای روحانی که شما میگید چرا ایشون هر 5 دقیقه یه بار با خاکی که میکنه، چه جی دی پیمون 0 رو منفی شده بود، یعنی اصلا ایشون چه رئیس جمهور میبودن چه نمیبودن شبیه هم شده بود واقعیتا. اتفاقی داره میفته اینه، برای اینکه من جی دی پی مثبت دچار بشم باید تجارت خارجیمو اصلاح بکنم، خیلی واضحه دیگه، همون چیزی که ما میگیم با دلار باید تبادل داشت، حرف کاملا منطقی و صحیحه. در سال 1995 من اینو مثلا خلاصه آوردم، مطلب بسیار جذابی که کد بهتون میده دیگه، کامل دستتون میاد. سال 1995 کشورهایی که الان دارن در واقع عضو بریکسن، اصل بریکس رو دارن میسازن، خب اینها در واقع از این اقتصاد جهانی، از اون جی دی پی، از تبادلات جهانی، کل تراکنشی که داشتن حدوداً 16% بود. در سال 2010 این مقدار به حوالی 26% افزایش پیدا میکنه و الان اتفاق خیلی جالبی که داره رخ میده اینه که ما عضوی از در واقع جریان اقتصادی داریم میشیم که با صراحت نکنین، من دارم اینو شما صحبت های دیروز در واقع آفریقای جنوبی رو هم دیدید، با صراحت از حذف دلار دارن صحبت میکنن دیگه. اینا چیزایی که داریم دیگه رسما میشنیم. حالا دوستان میگن تو تا جنگ راه اندازی ول نمیکنی دیگه، علائمه، یعنی ما شما برید فقط مستند جنگ جهانی اول دوم تو اینترنت هم هستش، بزنید مستند جنگ جهانی اول و دوم در واقع جنگ جهانی ورلد وار، نمیدونم یه اسم انگلیسیش هم اینه، چون در واقع این ساخته شده بود ایرانی اومدن ترجمه کردن، این اتفاق اینجوری بود در واقع. شما بیاید اون رو نگاه بکنید کامل در واقع جنگ جهانی اول رو میاد بررسی میکنه، جنگ جهانی بررسی میکنه چی شد، هیتلر چه کرد، کجا نگاه میکرد، یه فیلم کاملا یکی دو ساعت است ولی دستتون میاد. سلامونه دارم من داد میزنم میگم علائم دوباره داره بروز پیدا میکنه. صراحت آفریقای جنوبی هم اعلام کرد که ما حذف دلار در واقع حمایت میکنیم. شما اینو بذارید کنار این جی دی پی که ما اینجا داریم میبینیم، اینها موظفن تو بریکس دیگه از اینا حمایتی بشه، یعنی ما با این که تحریم هستیم ولی این بریکس باید هم دیگه حمایتی داشته باشن، یعنی ما به صراحت داریم یک نه بزرگ به ایالات متحده داریم میبینیم. حالا هر کسی دوست داره بگه نه دیگه، دارم میگم جنگ قطعی است، حذف دلار قطعی است، این دولت داره این قضیه داره دنبال میکنه. حالا یه سوال مطرح، من اینو میخوام روی سفره زندگیم ببینم دیگه، یه واقعیتی نکنی برای اینکه روی سفره زندگیمو ببینیم دو تا کار آقای رئیسی انجام ده. یکی این جریان بانکی ما باید حساب بشه واقعا، یعنی ما الان اکثر پول مملکت ما اصلا نه تو جیب ملت نه دولت داره میره، تحت تاثیر در واقع افرادیه که پتروشیمی ها دستشونه، بانک ها دستشونه تو کشور، این جریان خاص. خب این که باعث نمیشه شما حتی تو این جریانات هم بشینید چیزی گیرتون بیاد. نکنه من بهتون میگم چی رو مطالبه کنید، دقیقا دولت باید مطالبه کنید که این جریان مافیای بانکی، این جریان مافیای پتروشیمی رو مهار کنن. اینقدر پر رو مثلا مدیر عامل بانکی که جلوی چشم مردم راست دروغ میگه، این احساس میکنه پشتش گرمه. این حسا باید تمام بشه تو مملکت تا شما در واقع این تو صحبتتون بتونید این اثرات رو ببینید. ولی قطعا اگر دولت چون این دوتا داره انجام میده، پس ما قطعا نصف مردم به زودی خواهیم دید. یکی این جی دی پی بسیار الان مثبته، بهتون گفتم تا 5.5 احتمالا ما خواهیم رفت، کاملا با توجه به نشست‌های دولت منطقیه، یعنی زمان آقای هاشمی رفسنجانی در 4 ساله در واقع دوم ایشون، 4 سال اول کاری ندارم، دومش این اتفاق افتاده که تونست آقای هاشمی رفسنجانی چون به
تولید اهمیتی داره. ما واقعیت رو نکن، من دارم واقعیت ها رو میگم همونجوری که چون یه باندم، اگه باندی هم میخوایم نگاه کنیم آقای روحانی و هاشمی خود تو یه باند بودن، من با باندش کاری ندارم، من با حقیقت کار دارم. میگم آقای روحانی هیچ کاری نکرد تو این مملکت، ولی وقتی به سمت در واقع تولید آقای هاشمی توجهی داشت در حالا کنار اون نقخایی که بنده بهشون دارم، ولی میبینیم که در واقع به کاهش در واقع تورم و رشد تورم کشور شد، دیدیم که تونستیم مهارش کنیم. دقیقا همون اتفاق در حال وقوع دوباره و ما انتظار داریم اون شیب دیگه رو به پایین بیاد و از اون حالت کامل کاسته بشه، جی دی پی مثبت، مهار بانک ها و یه اتفاق بسیار بزرگ. این چیزی که ما آقای روحانی انتظار داشتیم، داد میزنیم گفته برو بشین نامستم. نگاه سال 2010 این جریان شکل گرفته. آقای روحانی نگاه من دارم یه سال از مستر روحانی میپرسم، از اون تفکری که میگه نه نمیشد و الان دیگه داره میشه. من سوالم اینه، میگم موقع 34% بوده، این 26% بوده، یعنی اختلاف آنچنان نبوده سال 2010. من در مورد سال 2010 دارم صحبت میکنم، اصلا زمان آقای روحانی نبود، قبل‌ترش، یعنی تو این بازه تقریبا 13 ساله که ما شاهد تفاوت یه حدوداً 6-7% هستیم تو جریان بریکس. خب این اگه بخوایم یه نگاه منصفانه داشته باشیم، میگیم هر 7 سالی تقریبا یه 3% این رشد کرد. یعنی در زمان آقای روحانی ما این عدد حوالی 30% داشتیم، حوالی 29% داشتیم، یعنی بدون توجه به این ور نشستیم این ور کامل فقط. حالا آقای رئیسی هم ما انتظاریم این ورم ببینه ها، یعنی انتظار ما اینه عجیب بکش بیاد بیرون، بریکس هم کش اینا بنداز به جون هم دیگه، به نفع ملت، به نفع ملت. خب من اینو گفتم بگم، این واقعا خزعبلات برخی میگن بریکس هزینه که کرد پولم تو جیبش هست، جی دی پی هم مثبت خواهد کرد. این واقعیت های اقتصادی بهتر واقعیت ها رو ببینیم، جای الکی بدون آمار و رقم و اینا همینجوری بگیم نمیدونم آقای روحانی کدوم دردسر کدوم فلان، بابا این آدم اوضاعش خرابتر اینجا حرفا. بعدی وضعیت در واقع حالا دلار رو با هم دیگه بررسی خواهیم داشت، بعد که حالا من کلیات بریکس رو گفتم و ما هم خب الحمدلله عضو شدیم. امیدوارم اینها رو آقای روحانی آقای رئیس این تو سفره مردم بیاره، این تو سفره نیاد به درد نمیخوره. راهکارش هم اینه حالا بگیره مفاسد و بگیر عزیز دلم، مفاسد و بگیر، اینا مفاسدن برخی مسئولین. خب حالا با هم دیگه دلار یه بررسی داشته باشیم. نکنید دلار خب میبینیم داره اسکویز میشه، با توجه به وضعیتی که من دارم تو جی دی پی میبینم، توی مهار تورمی میبینم، حرکتای داره شروع میشه الحمدلله، واسه خوشحالی هر جا مسئولین کار کنم ما خوشحال میشم. فعلا وضع دلار رو من بهتون گفتم 1.5 سال من رکود براش قائلم و فعلا هم خب وضعیت جوری هست که بتونیم این تصور رو داشته باشیم. یه مقدار این میشه دلیل بنیادی. فعلا ما حرکت شاید نخواهیم بود تو بازارهای مالی و انشاءالله که حالا هرچی بخیر و به قول به نفع ملت باشه. بعدی وضع شاخص کل بورس، شاخص کل بورس ما با هم دیگه تحلیلی داشتیم، اینم چند دقیقه شد چون قبلا ما همین تحلیل کرده بودیم، من خیلی سریع عبور می‌کنم. بهتون گفتم این ناحیه تو شاخص هموز از دست رفته و اگر این اتفاق تو شاخص کل بورس هم معمولا وقتی اینجا دست این ور میرفت این دست میده تا 1.8 میتونیم متصور باشیم. دوستانی که با اون تحلیلای من اینجا خرید کردن بدون توجه به این که ممکنه فیک بریکو زده باشه نزده باشه، باید شما بفروشید سهام هاتون، به این توجه باید بکنیم. ما نمیدونیم فیک هست نه، چون حجمش قابل توجهه، با حجم کم نیومد بشونه. بعدی بعد سکه هم که می‌بینید تحت تاثیر دلار اتفاق خاصی نیفتاده. من طلا 18 عیار هم بهتون نشون میدم. این فیلم دیروز من ببینید، این حالا من کامل تحلیل کردم، خاطر حالا بریکس من سعی می‌کنم اینا عبور کنم، فیلم الکی طولانی نشه. فیلم دیروز حتما ببینید دوستانی که دارن نگاه میکنن. بعدی وضع در واقع طلا جهانی، حالا من بریکس هم جداگانه یک فیلمی رو تولید خواهیم کرد، فقط می‌خواستم اینو بهتون بگم، یعنی واقعیت این هاست. نکنید این طلا جهانی میبینید، من بارها بهتون گفتم این طلا جهانی عملا داره با من حرف میزنه، یعنی میره بالا میاد پایین، زور نداره تو این بساطش. دوباره اومده نایب اساس من رو به بالا تاچ کرده. این قدرت اتفاقا و حدسیاتیه که در واقع سرمایه‌دارها دارند و انتظار حرکت رو پایین و طلا جهانی ندارن که این وضع دارید میبینید انقدر سخت هی حول این نایه مهمن بالا و پایین میره. من اینجا دارم طرز فکر اونها دارم حدس میزنم تو این نگاه.
بعدی ورزه در واقع بیت کوین هم خب بهتون گفتم هنوز نایه من ورودی نداره، اگه اینجا هم بالا بره چون نمیتونم ریسک ریواردمو ست کنم، خاطر همین کاری باشه ندارم. کار دارم که بعد نامناسبی داره. آها، یورو به دلار اومد تو نایه ما، میبینید نایه بسیار مهم ما که گفتیم اینجاها اگر بیاد، حالا ما دنبال بای میگردیم. اینجا دو کندله ببینیم کجا بود میگه. اگر اینجاها در واقع اومد و کندل بعدی تونست بیاد بالا تاسیس کنه، شما زیر این کندل حوالی 1.07 استاپ قرار میدید با هدف چه ناحیه‌ای در واقع بیاد تا حوالی، من یه مقدار بیارمش پایین‌تر، تا حوالی قیمتی 1.13 در واقع انتظار داریم رو بالا حرکتی رو داشته باشه تو این کانالی که براتون ترسیمش کامل کردم. همه شما به خدا میسپارم، امیدوارم بتونیم در حد خودمون توضیح بدیم مطالب رو. حالا دیگه شما ممکن یه چیزی بگید من قبول ندارم دیگه، با خودتون دیگه من چی بگم. حالا ما آموزش دیگه میخواهیم داشت، وضع اقتصادی من بررسی خواهم کرد، آمارهاش هست، ولی تبریک میگم ورود ایران به بریکس و شانگهای میتونه به جی دی پی مثبت و کنترل تورم کمک کنه. همه شما به خدا نگهدار.